لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق الله العظیم. ای تو را فطرت ضمیر پاک داد، از غم دین سینه صد چاک داد. تازه کن آیین صدیق و عمر، چون صبا بر لاله صحرا گذر. تازه صدیقان این امت شوی، بهر دین سرمایه قوت شوی. بدون مقدمه با توجه به ضیق وقت، دقایقی که خدمت سروران عزیز هستیم، با توجه به این که اغلب این جمعیت بزرگ رو قشر بالنده و توانای جوان تشکیل میدهند، دقایقی پیرامون نقش جوانان در جامعه اسلامی صحبت‌هایی خواهد شد. امید است که خدای پاک به همه جوانان توفیق علم و عمل و اخلاص عنایت بفرماید. اگر نگاهی گذرا و مروری کوتاه بر تاریخ سراسر افتخار و ارزشمند اسلام داشته باشیم، متوجه می شویم که اسلام عزیز از بدو تولد خیش تا کنون، به ویژه در عصر طلایی رسول اکرم و خلفای راشدین، توسط رشادت ها، حماس آفرینی ها، ابتکارات و خلاقیت های جوانان رشد و نمو نموده است. بدون تردید هنگام تلألؤ و درخشش خورشید نبوت و ظهور آن بر فراز کوه صفا، یا به تعبیر دیگر بر بلندای تاریخ، نخستین کسانی که از خورشید اسلام پرتو روشنایی گرفتند و فرهنگ منحط جاهلیت را نکوهش کردند جوانان بودند. آری، جوانان بودند که در ارتقا، رشد، استحکام و حفظ جوهره اسلام نقش فوق‌العاده مهم و چشمگیری را ایفا کردند. آری، آنان هنگامی که از سرچشمه زلال و شفاف اسلام و ایمان سیراب می شدند و از محضر بزرگترین معلم بشریت و معمار هدایت زانوی تلمذ و شاگردی می زدند و جولانگاه فکرشان را به تصرف قرآن در می آوردند، چنان از خود بی خود می شدند که در هر موقعیت زمانی و مکانی حاضر بودند جان و مال و زندگی و رفاه و آسایششان را فدا کنند. به طور مثال من یکی از شیرمردان دلاور جوان اون زمان رو خدمت جوانان مثال میزنم و سپس مقایسه میکنیم جوانان عصر حاضر را. در تاریخ ما یکی از صحابه بزرگوار جوان به نام حضرت حنظله رو میشناسیم، به نام مشهور است به غسیل الملائکه. ایشون شب اول دامادیش بود، رفت کنار عروس خوابید. قصه‌شو شاید بارها شنیده باشید از علما، ولی چیزی که من میخوام بگم آخر میگم. رفت کنار عروس خوابید، شب زفافه، شب باز نمودن دفتر آرزوها و امیدهاست، شب گشایش دفتر سرنوشت ساز است. صبح حرکت میکند برای غسل جنابت و غسل فرض. به در حمام که میرسد، ناگهان مؤذن رسول اکرم ندا در میدهد: حی علی الجهاد، بشتابید به سوی جهاد. تکه تکه شدن و از خود گذشتگی و ایثار. حضرت حنظله وقتی این صدای رعدآسا رو از مؤذن پیامبر شنید، در جا ترمز زد و آفتابه های آب را گذاشت و به همسرش گفت: من رفتم، غسل بزن، غسل جنابت، دیر میشه و شاید کاروان رسول خدا به من، وجود من نیاز داشته باشد. نقاب بر چهره میزند تا مبادا رسول اکرم ایشون رو بشناسد و از صفحه جنگ و کارزار و پیکار برگردانند. میاد خودش را مانند شیر غرنده‌ای در قلب سپاه دشمن میافکند و پس از اینکه چندین کافر را به درک اسفل والد میکند، خودش جام شهادت را مردانه می نوشد. خانواده ها برای حمل اجساد دوستانشان می آمدند. در میان اون خانواده ها یکی اون زنی بود که فقط یک شب با شوهرش زندگی کرد.
آمد دید دست و پای حنظله به حنای عروسی قرمز، اما بقیه پیکر مبارکش با خونش قرمز شده است. انا لله و انا الیه راجعون. جنازه ها رو حمل کردن، میدونید که شهید غسل نداره و کفن نمی کنن، با خونش و لباس خونیش دفنش میکنن. اما همسر حنظله از اون جایی که میدونست حنظله غسل جنابت رو نزده، آمد نزد رسول خدا، فرمود یا رسول الله بقیه شهدا رو غسل نمیدید ولی حضرت حنظله را غسل بدید. چرا ای خواهرم؟ چون که حنظله دیشب شب عروسی و زفافش بوده و صبح قبل از اینکه غسل جنابت رو بزنه به معرکه جهاد آمده است و شهید شده. رسول خدا دستور داد مشکیزه های آب رو بیارن. همین که مشکیزه های آب رو آوردن، ناگهان چشمان نازنین رسول خدا به فراز آسمان بلند شد که جبرائیل امین آمد. یا رسول الله السلام یقرؤک السلام. خدایی که اسمش سلام است بر تو سلام میفرستد و میگوید حنظله را غسل نده. چرا ای جبرائیل چرا غسل ندیم؟ چون که الان دو تا از فرشتگان خدا آب از جنت و حوض کوثر آوردن و حضرت حنظله را با آب کوثر غسلش دادن. سبحان الله. حضرت حنظله را آوردن، بوی آب جنت فضای احد را پر کرد. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است و مقام آدمیت. بله سروران عزیز، بعد از حنظله امثال حنظله بودن که در همه میادین و عرصه ها خط مقدم تمامی جبهه ها رو تشکیل میدادن و از آن خودشون میکردن. یکی دیگر از شیرمردان بعد از دوران صحابه حضرت سلطان محمد فاتح، جوان 24 ساله بودند. فاتح قسطنطنیه یا استانبول امروزی، شهری استراتژیک رسول خدا برای فاتح ایشون مژده‌های بسیار زیادی داده بودند و از زمان حضرت امیر معاویه تا قرن هشتم بسیاری از سران حکومت‌ها کوشش کردند تا این قرعه رسول خدا را به نام خودشان ثبت بکنند، تا اینکه جوان 24 ساله حرکت کرد، آمد در میان راه. این جوان با چنین روی شب مهمان فردی می شود. قرآن اونجا گذاشته هست چندین شب نخوابیده. میزبان که میرود این جوان مسلمان خوابش نمیبرد، میگه من چطور بخوابم در خانه‌ای که قرآن عظیم الشأن قرار داره است. مشغول نماز می شود تا صبح روبروی قرآن می ایستد که مبادا به قرآن بی احترامی و بی قداستی بشه. اینها جوان بودن. صبح میزبان آمد دید چشماش قرمز شده و اشک میباره. چرا نخوابیدی؟ در محضر قرآن عظیم چطور من بخوابم؟ این جوان بود که آمد خودش را به قلب سپاه زد و قسطنطنیه و استانبول را زمینه قلمروی اسلام و مسلمین گرداند. جوانی دیگر پس از آن سلطان صلاح الدین ایوبی، اون رادمردی که هنگامی که شنید فردی بر مسلمانان یورش برده و نتنها این که حد و حرمت مسلمانان را نموده است، به مسلمانان بیادبی کرده و به ساحت پاک و مقدس رسول الله گفته بود مسلمین برید که من شما را شکست میدهم و وادار به عقب نشینی میکنم تا سرزمین حجاز. آنگاه میام قبر نعوذ بالله رسول خدا را نبش میکنم و استخوانهای پوسیده محمد را به آتش میکشم. وقتی این صدای رعدآسا به ذهن این جوان مسلمان رسید، بیتاب شد و فرمود آیا ینقص الدین و صلاح الدین حی؟ آیا به رسول خدا اهانت بشه و صلاح الدین زنده باشد؟ به خدا قسم نمیخواستم خونریزی ایجاد بکنم، ولی الان مجبورم تا زمانی که این کافر را به درک واصل نکنم، به والله قسم تبسم بر لبانم نقش نخواهد بست. با این انگیزه بلند شد، حرکت کرد، آمد و پس از اینکه لشکر اونها رو شکست داد، این مشرک رو گرفت خوابان، گفت ها الیوم انتقم لمحمد، امروز من انتقام رسول الله را میگیرم. امروز صلاح الدین ها نیستن، ابوبکر ها و عمر ها نیستن که پس فتنتان دنیا و گستاخان به راحتی بر رسول خدا میتازن و اهانت میکنن. نمایشنامه لرزش در لندن، قهرمان این فیلم فردی است به نام محمد عربی درست کردن برای ما. قهرمان فیلم فردی به نام محمد عربی، یک دست این محمد لیوان شراب و دست دیگرش به گردن زن رقاصه.
با آبروی اسلام داره میتازه. اقبال میگه ای تویی از ذوق و شوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت. تا کجا بی غیرت دین زیستن، ای مسلمان مردن از این زیستن. و امروزه هم این جوانان وجود داره سروران، از جای نومیدی نیست. در سرزمین فلسطین اون بچه های خردسال با سنگه های بزرگ شیطان معاصر را رجم میکنن. میدونید در سرزمین فلسطین نوجوانان و جوانانی مثل من و شما که به مدرسه میرن، تو کیفشان قلم و خودکار و دفتر نمیگذارن، تو کیفشان مقدار سنگریزه میگذارن. هنگام خداحافظی به مادرشان میگن مادر بیا جلو پیشانی تو را ببوسم، من به مدرسه میرم، نهار منتظرم نباشی. این اولین بوسه را بر پیشانیت اینجا میزنم و بوسه دوم را در جنت الفردوس کنار رسول الله. حرکت میکند میگه فإن لم نلتقي في الارض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون. مادر ظهر اگر دیر آمدم منتظرم نباش، بفهم که من به دیدار رسول خدا شتافتم. اون داماد و عروسی که در این دنیا عقد بستن در سرزمین فلسطین گفتن ما مراسم عروسی ما را در جنت میگیریم. حرکت کردن زمان روزه، دست به عملیات شهادت طلبانه زدن و نهایتاً همون روز شهید شدن و افطاری رو در محضر رسول خدا رسیدن. جوانان عزیز، هنوز جوانهای ما زنده اند، اما آخرین وقتم تمام شده. اما تو ای جوان مسلمان معاصر، میدانم در عصری زندگی میکنی که باران فتنه ها از هر سو میبارد، از سیاست و اقتصاد گرفته تا زندگی فردی و اجتماعی. بازارها سرشار از رشوت، ربا و دروغ و فریبکاری، برهنگی و فحشا به جایی رسیده است که نه نظر و نگاه را جای پناه است و نه فکر و تصور را راه فرار. میدانم که به معتقداتت اهانت می شود، میدانم که بازار بدبختی و الواتی گرم است، به قول شاعر آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است. اما این را بدان که نومیدی در اسلام جایگاهی ندارد و یأس نومیدی خاصه کفر و کفار است. نومید هم مباش که رندان باده نوش ناگه به یک خروش به منزل رسیده اند. بحر الطاف تو بی پایان بود، ناامید از رحمتت شیطان بود. زندگی از آرزو دارد اساس، خیش را از آرزوی خود شناس. ناامیدی همچو گور افشاردد، گرچه الوندی ز پا می آردد. پس ما نباید مایوس و ناامید باشیم، بلکه ان شاء الله میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوار زندان شما. پس بیاییم جوانان عزیز، قدر این موقعیت را، قدر این فرصت جوانی و نیروی جوانی رو بدونیم. بیاییم قلبهای خودمان را فتح بکنیم، بعد خواهیم توانست فلسطین و سایر ممالک اسلامی را زمینه قلمروی اسلام و مسلمانان بگردانیم. بیاییم نمازها رو اقامه بکنیم، عبادات رو کامل بکنیم. من یکی از علمای ربانی من و شما همین روزها خوابی دیده است، رسول خدا را خواب دیده که پیغمبر دور تا دور چشمانش زخمیه و خون میبارد. سوال کرد یا رسول الله، میگه در خواب سوال کردم چرا چشمان زخمیه؟ گفت ای عالم بزرگوار، مگر نشنیدی که خنکی چشمان من در نمازه ولی اکثر امت رسول الله بی نمازن؟ به خاطر این از چشمام اشک میباره و خون میباره. بیا پس مواظب باشیم جوانان. آخرین توصیه بدونید که جوانی ستاره است که یک بار در آسمان عمر می درخشد، چلچراغی است که فقط یک بار در خانه زندگیتون روشن می شود، مرواریدی است که فقط یک بار در اقیانوس حیاتتان مشاهده می شود. پس قدر این فرصت رو بدونید. و شعرم و صحبتم را خاتم می کنم با شعر علامه اقبال لاهوری که غنچه ای از شاخسار مصطفی، گل شو از باد بهار مصطفی. از بهارش رنگ و بو باید گرفت، بهره ای از خلق او باید گرفت. مگسل از ختم رسل ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و برگام خیش. به امید آن که جوانان عزیز باری دیگر پویندگی و بالندگی رجال نخستین و جوانان نخستین را به کف بگیرند و بر دشمن اولی یعنی نفس و شیطان بتازند و نهایتا پوزه استعمارگران را به خاک بمالند. بیش از این مصدی اوقات نمیشم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.